سلام، حمیده حاجی پور هستم. در پادکست قبلی تحت عنوان تاریخچه پیدایش رنسانس هنری در اروپا، تاریخچه کوتاهی از این دوره هنری را بیان کردم و گفتم که کلمه رنسانس به معنی تولد دوباره است. اشاره کردم که اندیشمندان رنسانسی در صدد احیای ارزش‌های کلاسیک روم و یونان باستان بودند. این احیای ارزش‌ها تنها در زمینه فلسفه، ادبیات و سیاست نبود، بلکه هنر اروپای غربی را نیز دگرگون کرد. در پادکست حاضر درباره نقش رنسانس در هنر نقاشی صحبت می‌کنم و با تعدادی از معروف‌ترین نقاشان رنسانس اولیه آشنا می‌شویم. با من همراه باشید. اولین نقاشی‌های رنسانس اولیه در سال 1425 در زمانی شروع شد که دو هنرمند شروع به نقاشی زندگی سنت پیتر در کلیسای کرملی‌ها در فلورانس کردند. این دو نقاش کسی نبودند جز مازاچو و موسولینو. بیش از هر هنرمند دیگری مازاچو در کارهایش از جوتو از نقاشان مشهور پیش رنسانسی تقلید می‌کرد. مازاچو روش نقاشی از روی طبیعت را پیش برد. نقاشی‌های دیواری اون نشان دهنده درک آناتومی بدن انسان، پرسپکتیو خطی، نور و درآوردن چین پارچه‌ها به خوبی است. در طی نیمه اول قرن 15 واقع‌گرایی در نقاشی با بکارگیری پرسپکتیو مورد توجه بسیاری از نقاشان بود. در این میان دومینیکو گیرلاندایف که طراحی دقیق و یکی از بهترین نقاشان پورتری عصر خود بود، چندین نقاشی دیواری برای اطرافیان مدیچی در دو کلیسای بزرگ فلورانس کشید. در این نقاشی‌های دیواری زندگی سنت فرانسیس، مریم مقدس و یحیی و همچنین پورتره‌هایی از سفارش دهندگان نقاشی‌ها کشیده شده است. این پورتره‌ها شامل چهره فرانچسکو ساستی، سفارش دهنده این مجموعه نقاشی‌ها برای کلیسای خانوادگی ساستی بود. از دیگر پورتره‌های این نقاشی می‌توان به چهره لورنزو د مدیچی و سه پسرش با معلمشان یعنی شاعر و فیلسوف اومانیست آنجلو اشاره کرد. نقاشی رنسانس متفاوت از نقاشی‌های قرون وسطایی است که از مهمترین این تفاوت‌ها می‌توان به مشاهده دقیق طبیعت، به خصوص در رابطه با آناتومی بدن انسان و کاربرد اصول علمی برای درآوردن پرسپکتیو و تابش صحیح نور اشاره کرد. موضوعات مورد توجه نقاشان ایتالیایی دوره رنسانس هم درباره موضوع نقاشی و هم روش اجرای آن بود. هنرمند رنسانسی آزادی بیشتری هم از نظر انتخاب موضوع و هم شیوه اجرای نقاشی نسبت به نقاشان قرون وسطایی داشت. در ابتدا از طریق معماری بود که هنرمندان رنسانسی توانستند به هنر ایجاد تصویر سه‌بعدی با استفاده از پرسپکتیو دست یابند که موجب ایجاد وجود عمق فضایی در آثارشان شد. به تصویر درآوردن مناظر در نقاشی‌ها با کشف پرسپکتیو طرفداران زیادی پیدا کرد و همچنین مشاهده مناظر پس زمینه نقاشی‌های هلندی آن دوره تأثیر زیادی در رواج یافتن نقاشی منظره‌ها داشت. همچنین کشیدن مناظر منجر به درک اتمسفر جوی و مشاهده این شد که اجسام دورتر چگونه تحت تأثیر نور قرار می‌گیرند. نور و سایه در نقاشی به دو شکل وجود دارند. تون رنگ در واقع روشنایی و تاریکی نواحی از تصویر است که از سفید تا سیاه می‌تواند متغیر باشد. تنظیم تون‌های رنگی ویژگی بسیار شاخص بعضی از نقاشی است. اصطلاح کیاروسکورو یا سایه روشن به تضاد نوری شدید در نقاشی اشاره دارد که با ایجاد سایه و روشن‌های بسیار متضاد به نقاشی حجم و بعد داده می‌شود. در حالی که تون رنگ یکی از ویژگی‌های مهم نقاشی در دوران قرون وسطی هم هست، اما ایجاد سایه روشن متعلق به رنسانس و پس از آن است و نقاشان قرن 15 توانستند با این کار تصاویر سه‌بعدی را خلق کنند. شناخت آناتومی بدن انسان در دوران رنسانس اهمیت زیادی یافت. اولین بار لئوناردو داوینچی با تشریح 30 جسد توانست به درک درستی از آناتومی بدن انسان دست یابد و دیگران نیز کم کم به ضرورت مشاهده دقیق مدل‌های زنده پی بردند و طراحی مدل زنده تبدیل به بخش مهمی از آموزش رسمی هنرجویان نقاشی شد. در طی قرون وسطی معنای سمبولیک و نمادین هر نقاشی بسیار مهم بود، اما بعد از رنسانس به تصویر کشیدن احساسات انسانی همان گونه که هستند و واقع گرایی یا بازنمایی یعنی هر آنچه در واقعیت می‌بینیم جای آن را گرفت.
در میان مشغولیت‌های ذهنی هنرمندانی که سفارشات بزرگی می‌گرفتند، این مورد همیشه وجود داشت که چگونه چندین شخصیت را بهتر می‌توان در کل نقاشی به شیوهی نشان داد که روایت مورد نظر به آسانی برای بیننده قابل درک باشد و کار ظاهری طبیعی داشته باشد. در دوره رنسانس به تقلید از اروپای شمالی استفاده از رنگ روغن به عنوان مدیوم نقاشی به شدت رواج یافت. در ابتدا از رنگ روغن بر روی پنل‌های چوبی استفاده می‌شد، اما کم کم استفاده از بوم در میان نقاشان جا افتاد. به عنوان مثال از اولین استفاده‌ها از رنگ روغن در نقاشی می‌توان به تصلیب سال 1454 آنتونلو دا مسینا اشاره کرد. هنرمندانی مانند پیرو دلا فرانچسکا در نقاشی تازیه زنی مسیح حدود 1455 به طور آزمایشی از ترکیب رنگ روغن با تمپرا استفاده کردند. نقاشی‌های مذهبی درباره مریم مقدس و مسیح نوزاد در دوره رنسانس به شدت محبوب بودند و اغلب مشتری‌های خصوصی این نوع نقاشی‌ها را سفارش می‌دادند. منظور از مشتری‌های عمومی کلیساها و صومعه‌ها هستند. در این دوره صحنه‌های زندگی مسیح، مریم مقدس و قدیسین نیز به تعداد زیادی برای کلیساها به خصوص صحنه میلاد یا به صلیب کشیدن مسیح نقاشی می‌شدند. همچنین این دوره‌ای بود که کشیدن نقاشی‌ها با موضوعات اسطوره‌ای و افسانه‌ای دوباره رواج یافت. یکی دیگر از موضوعاتی که در این دوره کشیدن آن باب شد، پورتری اشخاص معروف بود. مشتری‌های ثروتمند سفارش پورتری خود و نزدیکانشان را به نقاشان می‌دادند. نمونه‌هایی از این سفارشات عبارتند از پورترهایی که پیرو دلا فرانچسکا از دوک و دوشس اوربینو نقاشی کردند. دومینیکو گرلاندایو اولین کسی بود که پورترهایی از افراد عادی را به طور اختصاصی نقاشی کرد. به عنوان مثال می‌توان به پورتری پیرمرد و نوه‌اش اشاره کرد. در همین دوران بود که موضوعات جدید نیز مورد توجه قرار گرفتند. برای مثال، آندرا دل کاستانیو مأموریت یافت مجموعی از دیواره‌نگاره‌های مردان و زنان معروف شامل پورتری 3 شاعر توسکانی، 3 زن مشهور از دوران باستان و 3 فرمانده نظامی از فلورانس را به تصویر بکشد. روش او نیز بدیع و خلاقانه بود، زیرا این پیکره‌ها را در چارچوبی به گونه‌ای نقاشی کرد که مانند مجسمه به نظر می‌رسیدند. پائولو اوچلو اولین هنرمندی بود که موضوع جنگ را در یکی از تابلوهای خود به نام نبرد سن رومانو سال 1435 تا 1460 به تصویر کشیده است. این تابلو نبرد بین فلورانس و سینا را در سال 1432 نشان می‌دهد. اوچلو ریاضیدانی مشهور بود که در سبک ویژه و نوآورانه خود از ترکیب پرسپکتیو با عناصر دوران گوتیک یعنی اواخر قرون وسطی استفاده می‌کرد. بنای یادبود سر جان هاکوت یا تندیس اسب سوار همانند بسیاری از آثار دیگر نقاشی دیواری بود که تقریباً شبیه مجسمه به نظر می رسید. در ادامه لیستی از بزرگترین نقاشان دوره رنسانس رو براتون میگم که آشنایی با آنها میتواند خیلی بهتر و عمیق‌تر در درک این دوره مهم تاریخ هنر به ما کمک کند. اولین هنرمند مازاچو هنرمندی بود که زندگی حرفه‌ایش تنها 7 سال به طور انجامید، زیرا در اثر طاعون در 27 سالگی فوت کرد. در آثارش پرسپکتیو به کار رفته و فیگورها حالتی طبیعی دارند که موجب انقلابی در نقاشی شد. اطلاعات کمی درباره زندگی و آموزش هنریش وجود دارد، ولی 2 دوست دوناتلو مجسمه ساز و برونلسکی بود که برونلسکی دانش خود درباره پرسپکتیو را به دوستانش دوناتلو و مازاچو هم یاد داده بود. گفته می شود تابلوی تثلیث او یکی از اولین نقاشی‌هایی است که اصول پرسپکتیو در آن به کار رفته است. نوآوری‌های نقاشی مازاچو شامل استفاده از پرسپکتیو تک نقطه‌ای، تکنیک فریب چشم، مدلسازی طبیعی فیگور انسان و وجود تنها یک منبع نور بود که ایجاد سایه کند. او همچنین در استفاده از تکنیک سایه و روشن پیشتاز بود که به این وسیله عمق تصویر را نشان می‌داد و انسانها را به نحوی نقاشی می‌کرد که احساسات آنها نشان دهنده فردیت هر یک از آنها باشد. فرانجلیکو به معنی برادر فرشته خوست به ایجاد انقلابی در نقاشی ایتالیایی کمک کرد. آنجلیکو که تحت تاثیر فلسفه اومانیست رنسانس قرار گرفته بود، اصرار به کشیدن موضوعات مذهبی به شیوه‌ای واقع گرایانه در فضای قابل باور و منطقی همراه با بدنهای انسانی استوار و محکم داشت.
فرانجلیکو که برادر روحانی فقیری در فرقه دومینیکن بود، تقوا و نوآوری هنری را برای ایجاد تأثیرگذارترین نقاشی‌های رنسانس اولیه ترکیب کرد. تغییر شیوه او از نقاشی قرون وسطایی به شیوه‌های نوین بر نقاشان رنسانسی بعد از او تأثیرگذار بود و ایمان مذهبی و عقیده او به فلسفه انسانیت الهام بخش هنرمندان قرن‌های بعدی شد که به دنبال راهی برای فرار از سبک آکادمیسم بودند. پیرو دلا فرانچسکا نظریه‌های ریاضی و هندسی را تحت کنترل خود درآورد و آنها را با اومانیسم برای کشیدن نقاشی‌های مذهبی تاثیرگذار رنسانسی ترکیب کرد. با استفاده از پرسپکتیو، او به صحنه‌های انجیل و افسانه‌ها جان بخشید و با تقلید از فیگورها و ترکیب بندی کلاسیک توانست به نقاشی‌هایش ثبات و جاذبه خاصی ببخشد. پیرو دلا فرانچسکا که همکنون به عنوان یکی از مهمترین نقاشان ایتالیایی قرن 15 شناخته می شود، چندین قرن در گمنامی به سر می برد. درست است که نقاشی‌های او الهام بخش نقاشان رنسانسی نشد، اما شکوه و دقت نقاشی‌هایش بر هنرمندان آوانگارد قرن 20 از جمله ژورژ سورا و جورجو دکیریو دا تابالتوس و فیلیپ گاستون تاثیرگذار بوده است. دومینیکو گرلاندایو یکی از نقاشان رنسانس ایتالیایی بود که در فلورانس به دنیا آمد. گرلاندایو کارگاه بزرگ و شاگردان بسیاری از جمله میکلانژ داشت. استعداد خاص گرلاندایو به تصویر درآوردن زندگی روزمره و پورتری افراد معمولی در متن تصویر روایات مذهبی بود که برایش شهرت بسیار و سفارشات زیادی را به همراه آورد. هنرمند بعدی ساندرو بوتیچلی که امروزه او را با نام ساندرو بوتیچلی البته میشناسیم، در سال 1445 به دنیا آمد. اسم واقعی ایشون آلساندرو دی ماریانو دی وانی فیلیپی بوده است. او نقاش ایتالیایی رنسانسی بود که زیر نظر راهنمایی لورنسو د میدیچی مطالعات هنری خود را آغاز کرد. مشهورترین آثار بوتیچلی پریماورا یعنی بهار و تولد ونوس هستند که موجب شده او به یکی از مشهور و محبوب ترین نقاشان تمام دوران ایتالیا تبدیل شود. نقاشی مریم مقدس و مسیح نوزاد یکی از دلپذیرترین نقاشی‌های اوست که در زمان خود بوتیچلی بسیار نزد مردم محبوب بود. صحبت در مورد تأثیر شگرف رنسانس اولیه اصلا مبالغه‌آمیز نیست، زیرا به جای اینکه این دوره هنری در اواخر سده 1400 خاتمه یابد، نوآوری‌های آن از فلورانس به سراسر ایتالیا و اروپا گسترش یافت. آثار هنرمندان رنسانس اولیه در واقع پایه و اساس دوره‌های رنسانس عالی، رنسانس اروپای شمالی، منیریسم و باروک به شمار می‌آیند. خود فلورانس نیز همچنان یک محیط هنری الهام بخش برای نسل بعدی مانند میکلانژ، لئوناردو داوینچی و رافائل بود که در آنجا زندگی و تحصیل کردند. میکلانژ تحت تاثیر مازاچو معلم خود گرلاندایو و تعلیمات او در کارگاه هنری خانواده مدیچی بود. لئوناردو داوینچی نقاشی را زیر نظر آندرا دل وروکیو آموزش دید. نقاشی دیواری مازاچو از باغ عدن داوینچی را تحت تاثیر قرار داد و مطالعه کتاب درباره نقاشی آلبرتی و بررسی مطالعات پیرو دلا فرانچسکا در مورد پرسپکتیو بر نحوه تفکر و آثار او تاثیر گذاشت. طراحی‌های آلبرتی، میکلوزو، برونلسکی و نقاشی‌های سقفی مانتنیا الهام بخش شیوه‌ها و طراحی‌های معماری قرن‌های 19 و 20 شدند. نقاشی‌های بوتیچلی که در قرن 19 دوباره کشف شدند، موجب شکل‌گیری سبک نقاشی انجمن برادری پیشا رافائلی شدند که نقاشی‌های این سبک تبدیل به محبوب‌ترین آثار هنری قرن 20 شدند. امیدوارم در این پادکست برای شما مفید واقع شده باشد. اگر نظری در مورد این مطالب دارید، خوشحال میشم آن را با من در میان بگذارید. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید واقع شده باشد.